امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه 16 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. توی این قطعه 16 ما نکته جدیدی که اضافه میشه برامون نوت چنگه. توی 15 تا درس قبل که با هم دیگه کار کردیم، نوت هایی که داشتیم از نظر کشش و ارزش زمانی ترکیب نوت های سیاه، سفید و گرد بود که ما گفتیم نوت سیاه ارزشش 1 ضربه، سفید ارزشش 2 ضرب هست و گرد هم ارزشش 4 ضربه. البته این نکته رو در نظر داشته باشید که این چیزی که داریم میگیم یک قانون کلی نیست. اینا رو به صورت نسبی داریم میگیم، به صورت نسبی و قراردادی میگیم. اگر نوت سیاه ارزشش 1 ضرب باشه، ارزش نوت سفید 2 برابر نوت سیاهه، پس میشه 2 ضرب. ارزش نوت گرد 4 برابر نوت سیاهه، پس میشه 4 ضرب. ولی ممکنه توی قطعه دیگه مثلا ارزش نوت سیاه بشه 2 ضرب. پس اگر اینجوری باشه اون وقت ارزش نوت سفید 2 برابر میشه 4 ضرب و ارزش نوت گرد باز 4 برابر نوت سیاه میشه 8 ضرب. پس اینا کاملا نسبی هستن و یک قاعده کلی براشون وجود نداره. ولی خب فعلا ما چون همه درسامون به همین شکل داره میره جلو، دیگه همین رو میپذیریم، میگیم سیاه 1 ضرب، سفید 2 ضرب و گرد هم 4 ضرب. حالا اینجا نوت چنگ اضافه شده که ما میدونیم ارزش نوت چنگ نصف نوت سیاهه. حالا اینو روی وایت بورد کامل براتون توضیح میدم که متوجه بشید که چطور محاسبه میکنیم که ارزش زمانی نوت چنگ چقدر هست و با چه سرعتی باید قطعه رو اجرا بکنیم. هر کمیتی یک واحد اندازه‌گیری داره. مثلا وقتی که ما میخوایم طول رو اندازه بگیریم از واحد متر استفاده میکنیم. این متر یه قرارداد دیگه، یعنی قرارداد شده که یک فاصله مثلا اینقدری رو 1 متر در نظر میگیریم و این رو دیگه همه میدونن. وقتی که به یکی بگیم مثلا طول یه اتاق داریم که طولش 3 متره، متوجه میشه به خاطر اینکه این معیاره تعریف شده. حالا برای نوت‌های موسیقی هم برای اندازه‌گیری کشش نوت‌ها و فاصله اونها از هم دیگه یک معیاری رو تعریف کردن. حالا می‌خوایم در مورد این کشش‌ها و تناسب اونها صحبت بکنیم. ببینید یه دایره تو خالی رو قبلا تو درسامون داشتیم که بهش میگفتیم نوت گرد. خب ما قرارداد میکنیم، میگیم کشش این نوت گرد مثلا انقدره. حالا اینکه این انقدره چقدره، مثلا در نظر میگیریم که 4 ضرب هست. یعنی وقتی نوت گرد رو اجرا میکنیم میزنیم دو و 4 شماره برای این نوت مکس میکنیم. هر نوت گرد به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه. به این نوت هایی که اینجا میکشم میگیم نوت سفید که ما میدونیم سفید مثل نوت گرد یه دایره تو خالیه که دم داره. خب همونطور که مشخصه ارزش نوت گرد نصف شد 2 تا نوت سفید. یعنی اینکه ارزش هر نوت سفید معادل 2 ضربه. یعنی روی این چیزی که اینجا کشیدم نصف این مقدار رو برای نوت سفید مکس میکنیم و توی مدت زمانی که ما یه دونه گرد میزدیم 2 تا نوت سفید میتونیم بزنیم. پس حالا طبق چیزی که مثال زدیم گفتیم نوت گرد اگه ارزشش 4 ضرب باشه، پس نوت سفید ارزشش میشه 2 ضرب. پس این 2 تا نوت رو وقتی میخوایم اجرا کنیم میگیم دو دو. این تقسیم بندی نوت ها همینطور ادامه داره. یعنی هر نوت سفید به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه. به این نوت هایی که اینجا میکشم میگیم نوت سیاه. نوت سیاه مثل نوت سفیده از نظر کشیدن، فقط این که دایره نوت سیاه تو پر میشه. تفاوتش با نوت سفید اینه که ارزش نوت سیاه 1 شماره هست، نصف نوت سفیده و توی این چیزی که اینجا کشیدم باز دوباره این فاصله نصف میشه. پس ما توی اون مدت زمانی که یه دونه نوت گرد اجرا میکردیم حالا میتونیم 4 تا نوت سیاه اجرا بکنیم.
نوت سفید ارزشش شد 2 ضرب، نوت سیاه ارزشش میشه 1 ضرب. پس اگر من این 4 تا نوت سیاه رو بخوام اجرا کنم به این شکل اجرا میشه: دو 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 دو. یعنی توی هر ضرب من یه دونه از این نوت‌های سیاه رو اجرا میکنم. حالا من از بالا شروع میکنم، این کشش ها رو به ترتیب میام تا پایین. نوت گرد: دو 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 دو. اینا چیزایی بوده که توی درس هایی که تا الان با هم دیگه کار کردیم باهاشون سر و کار داشتیم. یعنی درس هایی که تا حالا زدیم ترکیب نوت گرد، سفید و سیاه بوده و شما باید دیگه کاملا روی کشش این 3 مدل مختلف نوت مسلط باشید. نوتی که توی این درس اضافه میشه نوت چنگه. هر نوت سیاه به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه که به این نوتی که اینجا میکشم میگیم نوت چنگ. نوت چنگ مثل نوت سیاه یه دایره توپره که دم داره، یه پرچم هم داره، پس به اینا میگیم نوت چنگ. دقت کنید که این نوت‌های چنگ وقتی که کنار همدیگه قرار میگیرن با یه خط به همدیگه وصل میشن برای سهولت توی نوت‌خوانی و درک ریتم بهتر. هیچ فرقی نداره که ما نوت چنگ رو به این شکل به صورت جدا ببینیم یا با یه خط به همدیگه متصل ببینیم. حتی حالا بسته به این که حالا ریتم درسمون به چه شکل باشه ممکنه 3 تا 4 تا یا بیشتر نوت چنگ به همدیگه وصل باشن. هیچ فرقی نداره، همه این نوت هایی که با خط به همدیگه متصل میشن نوت چنگ هستن. به این خطی که نوت چنگ رو اینجا نشون میداد میگفتیم پرچم. وقتی که این نوت ها به همدیگه متصل بشن به این خط میگیم شاهین. ارزش نوت چنگ نصف نوت سیاهه. یعنی توی این شکلی که اینجا کشیدم این کشش نوت سیاه اگر باشه از وسط نصف میشه. یعنی ما توی هر ضربمون باید 2 تا نوت چنگ اجرا کنیم، چون ارزش نوت چنگ 1/2 هست، 1/2 ضربه. من وقتی اینجا سیاه ها رو اجرا میکردم با هر ضربی که اینجا میزدم یکی از این نوت های سیاه رو میخوندم، میگفتم دو 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 دو. حالا که میخوام چنگا رو اجرا کنم باید بگم دو 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 دو. با هر ضربی که میزنم 2 تا از این نوت‌ها رو باید اجرا بکنم. یا وقتی ما میشماریم اگه با شمارش بخوام اینا رو اجرا بکنم نوت‌های سیاهو با هر شماره یه نوت سیاه اجرا میشد دیگه. میگفتیم 1 2 3 4. حالا که میخوام نوت چنگ اجرا بکنم تو هر شماره باید 2 تا ضربه بزنم، یعنی 1 2 3 4. من وقتی میگم 1 این 2 تا رو میزنم، وقتی میگم 2 2 تای بعدی رو میزنم. توی هر شماره باید 2 تا نوت چنگ اجرا بشه، یعنی سرعت داره 2 برابر میشه. خب برای اینکه محاسبه ارزش زمانی این نوت‌های چنگ توی قطعه آسون بشه، برامون راحت تر بشه، میایم میگیم حالا که نوتمون نصف شد و باید توی هر ضرب 2 تا نوت اجرا بکنیم، پس بیایم شمارشمون رو هم یه تغییری بدیم که بتونیم فاصله این چنگا رو بهتر محاسبه بکنیم. به جای اینکه بشماریم 1 2 3 4 میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و الان من نوت‌های سیاهی که دارم اجرا میکنم میگم 1 و 2 و 3 و 4 و، یعنی تو و چیزی نمیزنم. اون یک ضرب کامل برای نوت سیاه در نظر گرفته میشه. اما وقتی نوت چنگ میخوام اجرا بکنم توی خورده ضرب هم اجرا میکنم، یعنی میگم 1 و 2 و 3 و 4 و. دقت کردید چی شد؟ ما الان اینجا توی هر ضربمون داریم 2 تا ضربه میزنیم، هر شماره‌ای که میشماریم میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و. اینجوری سرعت اجرای ما 2 برابر میشه. قطعه 16 که الان میخوایم با هم دیگه کار بکنیم عدد میزانش 3 4 هست. 3 4 یعنی اینکه توی هر میزان ما معادل 3 تا نوت سیاه وجود داره. حالا ممکنه این 3 تا نوت سیاه رو ببینیم به این شکل 3 تا نوت سیاه، ممکنه
معادل هاشو ببینیم. یعنی ممکنه مثلا یه سفید داشته باشیم یه سیاه داشته باشیم، یا برعکس یه سیاه داشته باشیم یه سفید داشته باشیم. حالا تو این درس چنگ اضافه شد، ممکنه که مثلا به جای این دوتا نوت سیاه اول دوتا چنگ داشته باشیم اینجوری. حالا جلوتر نقطه دار رو یاد میگیریم، ممکنه توی یه میزان فقط یه نوت سفید نقطه دار داشته باشیم. تمام این میزان هایی که اینجا داریم اگر محاسبه بکنیم، جمع نوت هایی که توی هر میزان داریم معادل 3 تا نوت سیاهه. پس شمارش ما به صورت ستایی باید بشه، یعنی میشماریم 1 2 3 1 2 3. پس این ستا رو که من میخوام بشمارم میگم 1 2 3. حالا چون داخل قطعه ما نوت چنگ هم داریم، برای اینکه بتونیم چنگا رو بشماریم باید بین این شماره ها یه دونه و اضافه بشه. پس میشماریم 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. حالا میزان اول نوتاش به این شکله، 2 تا چنگ داریم 2 تا سیاه داریم که اگر نگاه بکنید تا آخر قطعه تمام میزان ها الگوش همینه، یعنی 2 تا چنگ 2 تا سیاه. یعنی ضرب اول ما به جای اینکه توش یه دونه نوت اجرا بشه باید 2 تا نوت اجرا بشه. پس اینجا 1 برای نوت اول میشه و برای نوت دوم میشه، 2 و کامل برای نوت سیاه میشه چون 1 ضرب کامل برای خودشه، 3 و هم برای سیاه بعدی میشه. پس مدل اجرایی این قطعه تمام میزاناش به این شکلی که بگیم 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. خب بریم نوازندگیش رو روی ساز با هم دیگه کار کنیم و یاد بگیریم. خب حالا که یاد گرفتیم که ارزش ها و کشش های نوت های مختلف رو چطور باید اندازه گیری کنیم، بریم نوازندگی این قطعه رو با هم دیگه کار کنیم. خب از نظر جمله بندی این قطعه باز دوباره به صورت دو میزانی هست. هر دو میزانش یک جمله یا عبارت در نظر گرفته میشه. نوت ها رو بخونیم. نوت هایی که اینجا داریم، خب نوت اول بین خط چهارم و پنجم هست میشه نوت می، نوتی که روی خط پنجم هست میشه فا و نوت هایی که بالای خط پنجم قرار گرفته میشه نوت سل. توجه کنید که ما می که بین خط چهارم و پنجم هست توی سنتورمون 2 تا جا داره، یکی خرک هشتم سیمهای سفید و یکی خرک اول پشت خرک. از کجا بفهمیم که این نوت رو باید بالا بزنیم یا پایین بزنیم؟ همیشه نوت می رو خرک هشتم میزنیم، فقط زمانی که کنارش علامت کروم باشه خرک اول پشت خرک اجرا میکنیم. حالا اصولش رو به صورت دقیق تر جلوتر بهتون یاد میدم که اصلا چرا اینجوریه، ولی فعلا برای اینکه براتون گیج کننده نشه در همین حد یاد بگیریم و بپذیریم که می رو همیشه خرک هشتم میزنیم، فقط اگه علامت کروم داشت میره روی خرک اول اجرا میشه. حالا پس این نوت می چون علامت نداره میشه خرک هشتم سیمای سفید. فا که رو خط آخره باز دوباره مثل می 2 تا جا داره تو سنتورمون، خرک نهم سیمهای سفید و خرک دوم پشت خرک. قاعده ای که برای فا داریم اینه که همیشه خرک دوم میخوره، فقط زمانی که بالای فا عدد 9 بود میره رو خرک نهم اجرا میشه. خب الان اینجا هیچ علامتی نداره، پس جای اجرا شدنش میشه خرک دوم پشت خرک. نوت سل هم دیگه از نوت سل به بعد نوتایی که کلا میدونیم نوتایی که بالای 5 خط حامل هستن مربوط میشن به سیمای پشت خرک، چون میدونیم هرچی نوت‌ها از پایین به سمت بالا میان دارن به سمت زیر شدن و نازک شدن میره صداشون. پس نوت‌هایی که از محدود 5 خط دیگه میزنن بالاتر مربوط میشن به ناحیه پشت خرک که صدای زیرتر و نازکتری داره نسبت به 2 تا پوزیسیون دیگه سنتورمون. البته در مورد این مسائل توی ویدیوهای قبل کامل توضیح دادیم، اگر اونا رو ندیدید حتما به اونا مراجعه بکنید که اون اصول اولیه رو دقیق یاد بگیرید. خیلی خوب. پس میزان اول نوتا شد می، فا، سل، سل. از نظر راست و چپ چطوریه؟ یه درمیونه راست چپ راست چپ. ما میدونیم نوتایی که 7 داره باید با دست چپ اجرا بشه، نوتایی که 8 داره یا مثل اینجا هیچ علامتی نداره باید با دست راست اجرا بشه. خیلی خوب. از نظر شمارشی هم 2 تا نوت اول که چنگه میشه 1 و، یعنی هر دوتاشو باید بزنیم. 2 و برای سل نوت سیاه، 3 و هم برای سیاه بعدی. میزان اول به این شکل روی سازمون اجرا میشه 1 و 2
و سه و. یه بار دیگه میزنمش. 1 و 2 و 3 و. میریم سراغ میزان دوم که یک عبارت رو تشکیل میده. نوتامون هست می، ره، دو، دو که همه اینا روی سیمای سفید هستن. می، ره، دو، دو. اگه با شمارش بزنم میشه 1 و 2 و 3 و. حالا این دوتا میزان رو با هم دیگه اجرا میکنیم. 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. میریم سراغ میزان بعد. نوتا هست فا، می، فا، سل که مواظب راست چپش باید باشیم. اینجا با دست چپ شروع شده جملمون. چپ روی فای پشت خرک. نوتامون میشه فا، می، فا، سل. میشماریم میگیم 1 و 2 و 3 و. میزان آخر توی خط اول نوتامون هست می، ره، می و آخرش یه علامت سکوت سیاه داریم. پس 3 و یک ضرب کامل برای سکوت میشه. میزنیم 1 و 2 و 3 و. میشماریم حتما که اون فاصله‌ای که باید بیفته بین این نوت آخر توی خط اول و شروع خط دوم کاملا رعایت بشه. حالا من یه دور دیگه کل خط اول رو براتون اجرا میکنم. 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. میریم سراغ خط دوم. خط دوم خیلی ساده هست به خاطر اینکه دو میزان اول تکرار دو میزان اول خط بالاست. یعنی همون می، فا، سل، سل، می، ره، دو، دو دوباره تکرار میشه. پس میزنیم می، فا، سل، سل، می، ره، دو، دو. دو میزان بعد نوتاش هست ره، می، فا، فا، می، ره، دو، سکوت. میشه ره، می، فا، فا، می، ره، دو. مواظب راست چپ باشید. باز دوباره اینجا توی خط دوم میزان سوم دو تا راست داریم دو تا چپ. راست راست چپ چپ دقیقاً مثل خودش اجرا بشه. خب آخر قطعه چی داریم؟ یه دولا خط تکرار داریم که باید دوباره کل این دو خط تکرار بشه. بعد که تکرارش کردیم یه دی سی داریم که گفتیم دی سی دا کاپو خونده میشه. دا کاپو یعنی تکرار از اول. پس کل قطعه دوباره باید تکرار بشه. پس این دو خط در واقع باید 4 بار اجرا بشه. خب من براتون یه بار کامل از بالا تا پایین بدون تکرارش دیگه یک بار فقط با شمارش اجرا میکنم که بشنویدش. 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. اگه دوست داشته باشید میتونید شعرش رو هم باهاش بخونید. اگر بخوایم با شعر اجرا کنیم اینجوری میشه: دلم میخواد تو خواب ناز کبوتر شی عروسم، از روی اون ایوون پاشی رو ما بشینی، گل پونشی دلگونشی کنار چشم سارون، شاپرک شی عروسک جون رو خونه ها بشینی. اینم باشه. نکته آخری که باقی میمونه اینه که ما باید بتونیم قطعمون رو با مترونوم هم اجرا بکنیم. من مترونوم رو تنظیم میکنم. یادتون باشه
ما داریم 3 ضربی میشماریم، به صورت 1 2 3 میشماریم. 3 تا نوت داریم، توی 3 تا نوت سیاه داریم. مترونوممون هم باید رو 3 ضربی بذاریم. حالا اگر مترونومتون از اون مدلی هست که تعداد ضرب روش ست میشه، شما باید تعداد ضرب رو 3 بذارید. اگر عدد میزان تنظیم میشه، روی 3 4 تنظیمش میکنید. و خب سرعت رو که نوشته سرعت 60. من این رو براتون با مترونومم اجراش میکنم که متوجه بشید چطوری میشه. 1 2 3 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید.